کرامت شریپوف، رئیس جنبش مهاجران تاجیک در روسیه که سال 2017 با وجود دارای شهروندی روسیه بودنش از این کشور اخراج شد، با پیام گفت کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد شکایتش درباره اخراج غیرقانونیش از روسیه را بررسی نموده قرار صادر کرده است. طبق قرار کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد از 12 ایول سال 2019 حکومت‌های تاجیکستان و روسیه وظیفه‌دار شده‌اند که درباره غیر قانونی از جانب تاجیکستان معلوماتنامه ساخته درباره شهروند جمهوری تاجیکستان بودن پیشنهاد شدند و از جانب روسیه غیر قانونی اخراج شدن شهروند روسیه کرامت شریپوف را شرح دهند. کرامت شریپوف میگوید در قرار مذکور سبب حالت‌های از قبیل خدمتچی حربی نفقه‌خوار بودن، اشتراکچی جنگ بودن و جانبداران زیاد داشتنش ذکر شده از حکومت‌ها طلب کرده شده است که در مهلت نزیاده از 6 ماه به مسئله‌های مذکور همه طرفه رسیدگی کرده جواب خود را به کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد پیشنهاد نمایند. موضوعی که از طرف روسیه و تاجیکستان بود حالا که گذاشتیم 11 ایول سال 2019 کمیته حقوق نزد ارگانیزاسیا بیدون ناسیا در روز 21 دیده برآمد و به هر دو رهبریت دولت تاجیکستان و روسیه مهلت 5 ماه داد از روی افلاس کار کنمودن آنها، افلاسی که نادرست کار کردن نسبت به حقوق انسان آنها را گناهکار حسابید و مدت 5 ماه بعد هر دو حکومتی هم روسیه هم تاجیکستان پیشنهاد نمایند به ارگانیزاسیا بیدون ناسیا که چرا این حادثه شد. رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه که حکومت روسیه و تاجیکستان و به خصوص کاردهندگان مهاجران کاری تاجیک را زیاد تنقید میکرد، ماه دکبر سال 2017 دستگیر شد. دادگاه روسیه بعد مدت کوتاه قرار کرد که کرامت شریپوف از راه غیر قانونی شهروندی روسیه را به دست آورده است و برای همین باید از آن محروم کند و از قلمرو کشور خارج نمایند. با باور خود کرامت شریپوف اخراج او از روسیه کار دست گروه‌هایی بود که از فعالیتش برای حفظ حقوق مهاجران کاری خوششان نمی آمد. کرامت شریپوف شرح می دهد که اگر شناسنامه را غیر قانونی به دست می آورد در مدت 2 دهه آشکار می کردند. کرامت شریپوف ادعا دارد پس از پاشخوری اتحاد شوروی و استقلال کشور هیچ وقت شهروندی و شناسنامه تاجیکستان را نداشت. اما مقامات تاجیکستان میگویند او از سالهای 70 به این طرف شهروند تاجیکستان است.